کلام زندگی من ما تاب کرد قدمی میزنم فهمیدی؟ نه فهمیدی نه نگو نزنی نجاتی نزنی اوکی گناه است من ای دیوانه خو اینا تو مردم مندازی خو نجاتی ادا خو اداگک خو تو چی زندگی ما سر ما خواهد تلخ کردی تو اینجا با من میری خودت میخیزی پولت با خرج با میموشی خدا با خدا قسم از زندگی ما سر ما تلخ کرده یادو من چیز فهمیدی؟ ما خو وطندار گل سفر لایک کنین شیر کنین گردن تو بس سفر لایک کنین شیر کنین من چای ما بخورم سفر لایک کنین شیر کنین خو حقیقت بگو حقیقت بگو حق نام خداوند است ای دلبند مرا تو جدا کردی عشق منه یک موچ کنم میشه دیگه عشق مرا تو جدا کردی دیگه چه دست تو چوری کارا را کردی تو سر ما فیلم پری کردی تو دمم آنیا رو دوزاری چرکت ما لایف می آنیا رو دوزاری چرکت ما لایف می بیا که اینجا گب آدو جان من کاتو لایف نمیرم کاتو ما لایف نمیرم خود درخواست دادی با خدا قسم خود درخواست دادی گب مرا گوش کو وطندارای گل گردن تون بسته حقیقت نام خداوند است آدو جان همشری خودم از احترام تا دارم با خودم از 100 دوده 100 سیلیکوری کنه احترام تا دارم حقیقت بگو همون شبکی سرما چی کردی تو حقیقت بگو اوکی سیف اوکی و گپاش خلاص دمی تو وقت آنیا رو دوزاری چرا دخترها رو فالو کردی چرا که دخترها مچ می تو برای فالو کرده بودی من تو رو فالو بک دادم اوکی تو ما فالوگاگ مالوگاگ ندادم ما ترا کشیده بودم ما فالوگاگ مالوگاگ ندادم فهمیدی ما ترا کشیده بودم ما هدو جان وقت تو مرا فالو بک هدو جان هدو جان هدو جان هدو چپ جان نجاتی یک دقیقه صبر کن نجاتی خودش گناه خودش است خواه گناه خودش است اینا فکر کنین یک آدمی که نخواهد که یک دختر گپ بزنه که یک دونه دختر باشه که یک نفر می باشه ایده جان من میزنه خب کل گپ سر من منده مردم فکر میکنه من براستی اینا رو جدا کنیم زندگی میگه سر من تلخ که تو بیا اینجا او بچه هدو زندگی ما رو سر ما تلخ کردی وطندارا شاهد است فهمیدی خیلی مرا از همین سوشیال میدیا کل چیز من خدافیزی کردم رفتم فهمیدی فهمیدی ای سوشیال میدیا کل چیز من خدافیزی کردم رفتم به خاطر که هم عشق ما رو از ما جدا کردی هم هموطنا رو قدم خیشید هم ای تیک تاک فلان من خدافیزی کردم من فهمیدی کل چیز من خدافیزی کرده بودم رفته بودم من به خاطر که اینجا باز هموطنان ما باز دکترها باز چیزا بر من گفت تو کجا هستی گفت که نیستی گفت من خو کار خیر میکنم مرا هموطنا باز شرکت های ما باز تجارای ما مرا گفت که کار خیر میکنی پس بیا گفت در سوشال میدیا بیا می دو چهار تا غریبه بگی می خارشکی ها رو دوایش گفت بگی گفت من پس آمدم فهمیدی به خاطر کار خیر آمدم به خاطر که بلد اتوبوس لازم دارم من کتاشون همکاری میکنم لنبرم در تیک تاک موندگی اسناد ندارم بدون خانه هستن خانه کرایی ما برشان میگیرم دیگه خود هر مشکلاتشون ما بالاخره هستم دیگه فهمیدی ادا جان فهمیدی حالا گردنت بسته نام خداوند یک آقاس یک است فهمیدی امو شبکی مرا چی گفته سنو چشمایم سال کن خود سنو چشمایم سال کن سنو چشمایم سال تو چشمایم سال کن طرف چشمای مسائل نکو آنیا را دوزاری طرف چشمای مسائل نکو خود سال کن خود یک دقیقه صبر کن خود گردنت بسته یک دقیقه صبر کن اگه من گفته بودم یک دقیقه صبر کن امی اگه که ما تو گفتی که بگی گلا بگی که انگشتر ما برانیه چرا خم پیشنهاد میتی بر پیاد بتم با خدا قسم با خدا قسم با خدا قسم چرا نجاتی امی کار نه که کدین حالا نو مرا من میگفتی میبیسک دیدی فرار کرد خب